داشتن پوست جوان و سالم برای همه ما خیلی مهمه. سلام. با بالا رفتن سن، پوست به صورت طبیعی خاصیت الاستیسیته و کشتانی خودش رو از دست میده و چین و چروک‌های سطحی کم کم روی پوستمون ظاهر میشن. عواملی مثل ژنتیک، اشعه UV، آلودگی‌های محیطی و یا عادات غلط مثل اخم کردن و یا استعمال دخانیات عواملی هستند که میتونن روند طبیعی پیری پوست رو تسریع کنن. به همین خاطر بعد از 25 سالگی استفاده از سرم‌ها و کرم‌های ضد چروک به بایدهای روتین پوستیمون تبدیل میشن تا هم بتونیم از ایجاد چین و چروک‌های جدید جلوگیری کنیم و هم با استفاده به موقع مانع عمیق‌تر شدنشون بشیم. بهترین کرم‌ها تو این زمینه کرم‌هایی هستن که مواد تشکیل دهندشون مواد طبیعی باشه تا بالاترین سطح همخونی رو با مکانیزم طبیعی بدن ما داشته باشن. کرم ضد چروک لدورا حاوی عصاره هیدروگلیکولی خاویاره که سرشار از امگا 3، پتاسیم، ویتامین‌های A و E که در کنار ترکیبات موثری مثل هیالورونات سدیم، پپتید مس و گلیسرین میتونه تبدیل به یک کلاژن ساز قوی بشه. این کرم بافت لطیف و سبکی داره و به راحتی به پوستتون جذب میشه. نحوه استفادهش هم بسیار ساده است. بعد از شستشو اون رو به پوست صورت و گردنتون ماساژ بدین تا به خوبی جذب پوست بشه. برای آشنایی با محصولات دیگه لاین خاویار ما رو دنبال کنید.